آنها قرآن کریم را با دیکشنری آکسفورد به اشتباه گرفتن و فرض میکنن که هر نوع پدیده طبیعی باید لیست شده در قرآن کریم موجود باشد. اسلام ستیزان بر این بهانه هستند که قرآن کریم دست نوشته حضرت محمد صلی الله علیه و است و او یک امی ناخوان است و همچنان در جزیره العرب زندگی میکند و چون در جزیره العرب برف وجود نداشت واژه برف از قرآن کریم در خطا شده است و ذکر نشده است. سلام دوستان نهایت ارجمند و عزیز، امید که جور سست سلامت بوده باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و در این روز برفی و یک روز خوب و عالی را آغاز کرده باشین و من میخوام که در این روز برفی بر شما یک شبهه را رد بسازم که شبهه ملحدین درباره که چرا واژه برف در قرآن ذکر نشده است و آیا قرآن دست نوشته حضرت محمد صلی الله علیه و است یا خیر، و همچنان ای که تمام قرآن کریم نقل قول شده کتاب های گذشته است و به این خاطر واژه برف در ذکر نشده است. اگر کنجکاوی نوع موارد و اطلاعات هستین که بفهمین که آیا این نوع شبهه در قرآن وجود دارد یا خیر یا در اسلام وجود دارد، پس ادامه ویدیو را حتما تماشا کنین. رسول الله صلی الله علیه و در حدیث می فرماید که اللهم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد. به چی معنا؟ یعنی خداوندا گناهان من را یا خطاهای من را شستشو بده با آب و برف. کلمه ثلج در این جمله که رسول الله صلی الله علیه و فرموده است ثلج به معنی برف است. مثلا ما به این شبهه همین حدیث کافی است که جواب اسلام ستیزان را ما بدیم، چون در این حدیث به وضوح معلوم می شود که کلمه برف یا واژه برف ذکر شده است و نقل قول از این است که در جزیره العرب خشک که دما به منفی حتی نمی رفت و برف وجود نداشت، چطور خی حضرت محمد صلی الله علیه و که نویسنده شما به فکر ملحدین که نویسنده قرآن کریم است، پس چطور واژه برف به ذهن از آمده است و در 14 قرن پیش او را ذکر کرده است در گفتارها و نقل قولهای خود. یک لحظه بیایم شبهه را بالای خود اسلام ستیزان و ملحدین بیاریم که چطور امکان دارد همچین آدم امی یا ناخوان و همچنان بیسواده بتواند همچین کتاب را بنویسد که پر از معجزات است که تا به حال ردخور نداشته است و رد نشده است حتی یک کلمه از او. پس ملحدان حتما میگن که خب شاید اینها از کتاب‌های ما تقلید کرده باشد یا هم کتاب‌های ما را نقل قول کرده باشد و یک ماجرای از خود جور کردن که در هیچ برهه زمانی او ذکر نشده است، ولی خود از یا ساختن و ماجرای ساختن که حضرت مثلا با فرد مسیحی دیده است و ملاقات کرده است و تماما این جزئیات و موشکافی که در قرآن کریم است و معجزاتی که است از او نقل کرده است و از او گرفته است، چون در کتاب‌های تورات انجیل بوده است او را نقل قول کرده و در قرآن کریم جابجا کرده است. پس عقل سلیم آیا میپذیرد که 6666 آیت در یک ملاقات با این نوع تفکر بالا و معجزات کتابال ردخور نداشت، در یک وعده ملاقات امکان دارد از یک فرد به فرد دیگر نقل قول شود و اون فرد ناخوان بتواند همه اون حجم را حمل کند و بیارد به کتاب را بنویسد به نام قرآن. ما اینال یک سوال میکنیم از ملحدین که برف خیر در کتاب‌های شما هم ذکر نشده است. اگر بگویند که ذکر شده است و در قرآن کریم ذکر نشده است، پس اینجا ما یک نوع معاصره ملحدین را کردیم. میگیم که اگر در کتاب شما ذکر شده است و در قرآن کریم ذکر نشده است، پس این را قبول کردین که قرآن کریم نقل قول کتاب‌های گذشته نیست یا اون موضوعات گنجانیده های گذشته را به خود نقل قول و کاپی پیست نکرده است، چون در کتاب‌های شما برف کلمه برف ذکر شده است و در قرآن کریم شما میگین ذکر نشده است. پس اینجا خود ملحد در گپ خود گیر میماند. اگر تا اینجای از ویدیو برای شما مفید واقع شده است و ذهن شما را باز کرده است در ارتباط موضوع، حتما ویدیوی ما را لایک کنید و نظریاتتان را با ما در کامنت شریک بسازین و ما را سابسکرایب کنید تا باشد در صدقه جاریه و شریک ساختن به افراد دیگر شما سهم نیک بگیرید و جزء اجر و اعمال نیکان حساب شود. فرض کنیم حتی اگر همین کلمه برف هم که به نام ثلج از در عربی در قرآن کریم ذکر می شد، باز هم یک ملحد نادان جاهل که بدون تحقیق می آید و حرف می زنه در این عصر اگر امو ذکر می شدم بازم می گفت خیلی چرا در قرآن کریم کلمه مریخ ذکر نشده، چرا عطارد و پلوتون ذکر نشده.
پس در اینجا جواب بهتر جز الله کسی نداره. الله جل جلاله در پاره اول قرآن کریم میفرماید که ختم الله علی قلوبهم، در قلبهایشان مهر زدیم، مهر غفلت کنها نمیدانند. ختم الله علی قلوبهم، در قلبهایشان مهر زدیم، و علی سمعهم، و در گوشهایشان که راستی را نمیشنوند، گپهای حقیقت را نمیشنوند، حتی اگر بشنوند هم اون را درک نمیکنند. علی سمعهم و علی ابصارهم، و در چشمهایشان که حقیقت را دیده نمیتونند، حتی اگر در یک فرسه از اونها دور باشد باز هم حقیقت را دیده نمیتونن. هم غشاوت و لهم عذاب عظیم، اونها درک نمیکنن این موضوعات را و عذاب عظیم، خیر یک عذاب دردناک منتظر اونها است. و دیگر این که اگر اونها اینقدر دامن میزنن موضوعاتی را که اصلا در خور قرآن کریم نیست، قرآن کریم دیکشنری آکسفورد یا هم کامبریج نیست که اون لیست از موارد طبیعی، لیست از موارد زلزله‌خیز، لیست از موارد زیرزمینی و بالایی و پایینی داشته باشد. یک برنامه مکمل و تحفه الهی است که تا قیامت ردخور ندارد. یک برنامه زندگی بشریت است. مثل که یک مواد را یا جنس را میخریم و یک سولوشن منوال باید داشته باشد که به خاطر منیو رفتن دکمه منیو را بزن، به خاطر گل کردن دکمه خاموش را بزن، به خاطر چنج کردن دکمه چنج را بزن. همونطور یک برنامه برای مسلمانان ضرورت است که قرآن کریم است که اگر شما میراث میگیرید این نوع موارد را در نظر بگیرید، اگر شما عروسی میگیرید این نوع موارد را در نظر بگیرید. ورنه سابق ها همین موارد وقت نبود چگونه مردم میتونستن ازدواج کنن؟ خب فرض کنیم همین نماز را میخواندن، کسی خب در اوایل اگر نماز فرض شده بود، فرض کنیم قانون وجود نداشت، قرآن وجود نداشت، یک نفر میامد به فرق نماز میخواند، میگفت مشقت بار اگر نماز بخوانی و عبادت کنی همین ذهنیتش باشه، خداوند بهتر تو را ثواب نصیب میکنه. یکی به پهلو میگفت من راحت تر همین رقم نماز میخوانم، یکی به پشت نماز میخوان. خب چون قانون و قاعده نبود، پس باید قانون باشه، برنامه‌ای باشه تا ما بتانیم نظر به او منسجم شیم و حال ببینیم که این قانون وقت مراعات میشه یک جماعت چقدر به زیبایی اجرا میشه و در دور یک کعبه همه طواف میکنن و جنسیت در کار نیست و پوست و جلد و نژاد در کار نیست و این را میگن که قرآن و عظمت و شکوه الهی. خداوند جل برای ملحدین جواب خیلی عالی داره در پاره اول قرآن کریم. فی قلوبهم مرض، الله میفرماید که در قلبهایشان مرض است، مرضی که دامن میزنن که به ضد اسلام تهمت ببندن. فزادهم الله مرضا، ما به این مریضیشان اضافه میکنیم. فزادهم الله مرضا، ما به این مریضیشان اضافه میکنیم. و اصلا اونها قلوبنا غلف، قلبهایشان مهر زده شده، مهر غفلت، و اصلا درک نمیکنن، سخت شده است. خب در آخر آیا عجیب نیست که اگر 14 قرن پیش به مردم جزیره عرب یا اطراف حجاز میگفتیم که پنگوانگ های هم در قطب شمال وجود دارد که در دمای منفی چند سانتیگراد هم زندگی میکنن و بودوباش اونها در برف و یخ است، آیا عجیب نبود؟ یا آیا این دور از حکمت نبود، حکمت الهی؟ پس الله خیلی حکیم است و میداند که چی موارد را در کجا بازگو کند و چی موارد را برای کی بازگو بکند. قرآن در بند جغرافیا نیست، در بند شمول جهانیان و کائنات است و برنامه تکمیل برای همه بشریت است. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین.